قصه ها همیشه برای شنیدن نبودن. گاهی برای زنده ماندن بودن. هرگاه صحبت از داستان‌های 1001 شب می شود، هر کس بی اختیار به یاد شهرزاد می افتد که 1001 شب پیاپی برای سلطان بیرحمی قصه گفت. اما از میان کسانی که خود را مشتاق شنیدن یا خواندن حداقل یکی از قصه های 1001 شب می‌یابند، شاید کمتر کسی به این فکر افتاده که شهرزادی که 1001 شب برای پادشاه قصه می‌گفت که بود و این خود قصه شیرینی دارد. و حال می‌پردازیم به اینکه چگونه شد دختری 1001 شب پیاپی با سحر کلام و شیرینی بیان و دلنشینی داستان‌هایش پادشاهی از پادشاهان سلسله آل ساسان جزایر هندوچین را خواب کرد و خود جان سالم به در برد و سر به تیغ جلاد نسپرد. آوردند که ملکی از ملوک آل ساسان و پادشاهی از پادشاهان جزایر هندوچین 2 پسر داشت، 2 فرزند قوی پنجه، باهوش و دانشمند که هر کدام از جهتی یگانه دوران بودند. پادشاه در تربیت و تعلیم و آموزش و پرورش 2 پسر خود از هیچ دقتی فروگذار نکرد و آنها را به گونه‌ای تربیت کرده بود که هر 2 پسر زبانزد عام و خاص و شهره شهر و معروف آشنا و بیگانه بودند. پسر بزرگ نامش شاه زمان و پسر کوچک اسمش شهرباز بود. شهرباز در دلیری، شهامت و بذل و بخشش و داد و دهش شهره آفاق بود و شاه زمان در درایت، سیاست و مملکتداری زبانزد عام و خاص. پادشاه جزایر هندوچین یا پدر شاه زمان و شهرباز در زمان حیات خود پسر بزرگ را به پادشاهی و حکومت سرزمین سمرقند گمارد و پسر کوچک را نزد خود نگه داشت. بعد از مرگ پدر، شاه زمان همچنان بر حکمرانی و سلطنت سرزمین سمرقند باقی ماند و شهرباز نیز جای پدر بر تخت سلطنت جزایر هندوچین نشست. آن 2 پسر بعد از مرگ پدر هر کدام 20 سال تمام بر سرزمین‌های تحت حکمرانی خویش با اقتدار حکومت کردند. البته این اقتدار به ظاهر بود، زیرا هیچ کدام قدرت اداره صحیح خانه و دربار خود را هم نداشتند. بالاخره یک روز برادر بزرگ یا شاه زمان دلتنگ دیدار برادر کوچک خود شد. از مقر حکومت خود یعنی سمرقند عزم سفر به جزایر هندوچین را نمود. شاه زمان وزیر اعظم خود را فرا خواند و به او گفت: من برای دیدار برادر خود شهرباز عزم سفر به سرزمین او را کردم. اول اینکه در غیاب خود اداره مملکت و نیابت سلطنت را به تو می سپارم و دوم ترتیب سفری مجلل و شاهانه را برای من بده که 2 روز دیگر قصد حرکت دارم. وزیر اعظم اطاعت امر کرد و پس از آماده شدن مقدمات کار، شاه زمان با جمعی از نخبگان و زبدگان و برگزیدگان دربار خویش سفری را به سوی جزایر هندوچین آغاز کرد. شاه زمان و همراهان او اولین روز سفر را رفتند تا شب فرا رسید و تاریکی همه جا را فرا گرفت. کاروانیان خیمه‌ای و خرگاهی بزرگ برافراشتند تا شب را بیاسایند و صبح روز بعد به سفر خود ادامه دهند. شاه زمان هنوز در خیمه خویش نیاسوده بود که یادش آمد گوهر گرانبهایی را که به عنوان سوغات برای برادرش شهرباز تهیه کرده بود جا گذاشته و همراه خود نیاورده است. شاه زمان برای آنکه بین همراهان و ملازمان خود به فراموشکاری شهره نگردد، بعد از آنکه همه به خواب رفتند 2 تن از نزدیکان خود را خبر کرد و به آنها گفت: بدون آنکه با کسی صحبتی داشته باشید همراه من بیایید که قبل از طلوع آفتاب برمیگردیم. کاری پیش آمده که باید با سرعت دوباره به سوی دربار روانه شویم. شب از نیمه گذشته بود که شاه زمان با 2 همراه خود وارد قصر شد.
آن 2 تن را بیرون ساختمان گماشت و خود به خوابگاه رفت. وقتی وارد خوابگاه شد، در همان اولین شب سفر و غیبت از خانه، همسر خیانتکارش را با مردی نامحرم و اجنبی در وضعی دید که طاقتش طاق شد و عنان اختیار از کف داد و شمشیر از نیام برکشید و آن 2 خیانتکار ناسپاس را که از ترس زبانشان بند آمده و نفس در سینه‌شان حبس شده بود، سر از تن جدا کرد. سپس اندوهگین و خشمناک اندکی نشست و سر پردردش را در میان 2 دست گرفت و سپس از خوابگاه بیرون آمد و بدون آنکه هیچ سخنی حتی با آن 2 تن همراه محرم خود که بیرون خوابگاه ایستاده بودند بگوید، با گوهر گرانبهای سوغات برادر در دست و خاطره دردآور آن 2 خیانتکار پست، سوار بر اسب به اتفاق همراهان به سوی اردوگاه تاختن گرفت. شاه زمان در طول راه و تا رسیدن به جزایر هند و چین و خطه فرمانروایی برادر کوچک خود لب از لب نگشود و با آن 2 همراه خویش هم سخنی نگفت. تنها امید او دیدار برادرش بعد از 20 سال دوری بود که اندکی از بار غمش کم کند و از سنگینی اندوهش بکاهد. سرانجام بعد از 2 هفته راهپیمایی و تحمل رنج سفر به مقر جزایر هند و چین، کشور تحت حکومت برادر کوچک خود، شهرباز رسید. شهرباز که خبر آمدن برادرش را شنید، دستور داد تا شهر را آذین بستند، کوی و برزن را چراغانی کردند و در و دروازه را با فرش و گل آراستند و خود نیز با گروه کثیری از امرا و نجبا و وزرا به استقبال برادرش رفت. برادری که دلی پر از خون داشت و غصه‌ای جانکاه که او را رنج می‌داد. شاه زمان، سلطان سرزمین سمرقند، دست در گردن برادرش انداخت و او را غرق بوسه کرد. اما شهرباز حس کرد برادرش بعد از 20 سال دوری آنگونه که باید اشتیاق دیدار او را ندارد. با اینکه برادر بزرگ خود شاه زمان را به خوبی می شناخت، اما شوق دیدار را در چشمان او نیافت. شهرباز از اندوه برادر در شگفتی بود. پنداشت شاید رنج سفر و راه زیادی که پیموده باعث خستگی او شده. لذا بلافاصله برادر خود را به کاخی که برای استراحتش آماده کرده بود راهنمایی کرد. 2 روز به او فرصت داد تا استراحت کند و خستگی راه و کوفتگی سفر از تنش خارج شود. اما صبح روز 3 که شهرباز به دیدار برادر از راه رسیده خود رفت، باز هم او را غمگین و آزرده دید. تصور کرد خاموشی و حزن او به سبب دوری از وطن و خانواده است. او طاقت نیاورد و از برادرش علت را پرسید که چه چیز روحش را آزرده و تنش را رنجور و رخش را زرد کرده، که شاه زمان در پاسخ برادر این بیت را آورد: گر من ز غمم حکایت آغاز کنم، با خود دل خلقی به غمم باز کنم. و سپس ادامه داد: جان برادر، برای اینکه این ملال و افسردگی از من دور شود، از تو می‌خواهم که برنامه یک شکار چند روزه را ترتیب بدهی، بلکه این برنامه شادی را دوباره به من بازگرداند و بار دیگر لبخندی بر لبان من بیاورد. به خدا دوست ندارم بعد از 20 سال مرا این چنین غمگین ببینی. شهرباز پاسخ داد: من هم که بعد از سالها دوری موفق به دیدارت شدم، امید داشتم تو را خندان و شادمان ببینم. آیا دلت نمی‌خواهد راز دل خود را با من که یگانه برادرت هستم در میان بگذاری تا چاره‌ای بهر آن بیندیشیم؟ شاه زمان پاسخ داد: فعلا تو ترتیب آن برنامه شکار چند روزه را بده، بلکه گشت و گذار در دشت و صحرا چاره دل افسرده‌ام باشد. برنامه شکار چند روزه تدارک دیده شد و چون سحرگاه روز شکار شهرباز به کاخ شاه زمان رفت تا برادر را برای برنامه شکار همراه خود ببرد، مهمان خود را در بیماری و حال زار دید. شاه زمان با رنج و اندوه به برادر کوچک خود گفت: حال که تو برنامه شکاری به این باشکوهی را داده ای، هیچ چیز را تغییر نده. تو همین حالا حرکت کن
من صبح روز بعد که حالم بهتر شد به همراه یک بلد به تو خواهم پیوست. ضمناً در این باره به افراد درون قصر و اعضای خانواده‌ات نیز سخنی نگو و آنها را که همکنون در خوابند بیدارشان نکن. چون صبح شود من هرچه خواستم از آنها می‌طلبم. شهرباز توصیه و حرف برادرش را شنید و خود به اتفاق همراهان که در بیرون خوابگاه در انتظارش بودند به شکار رفت. صبح شد و شاه زمان رنجور و تب کرده اندکی پرده اتاقش را به کناری زد تا به باغی که بین دو عمارت اندرونی پادشاه جزایر هند و چین و قصر پذیرایی شاه زمان مشترک بود نگاهی بیاندازد. اما شاه زمان رنجور چیزی را دید که غم جانکاه خود را از یاد برد. زیرا ساکنان اندرونی پادشاه جزایر هند و چین به تصور اینکه دو برادر و همراهانشان اندرونی و مهمانسرا را ترک کردند، فارغ از دغدغه وجدان و بیم از عذاب الهی، در حیات اندرونی که دیوارهای بلندی داشت و دور از چشم دیگران بود، مجلس عیش و نوشی گسترده بودند. شاه زمان همسر خطاکار خود را در خوابگاه، آن هم در شب تاریک، با یک مرد نامحرم دیده بود. اما او در روز روشن تمام زنان حرمسرای برادرش شهرباز را می‌دید که با بی‌پروایی به فسق و فجور مشغول بودند. اگر شاه زمان فقط ماتم خیانت یک سوگلی خود را داشت، اما در آن هنگام می‌دید که زنان حرمسرای برادرش به خیانتی وقیحانه مشغولند، در نتیجه ماتم و درد بی‌درمان برادر باعث شد که تب و بیماری و رنجوریش آنقدر بالا گیرد که دیگر قدرت دوباره برخاستن از بستر را نداشته باشد. بار غم و درد آنچنان بود که او را از هوش برد و اهل حرمخانه و ساکنان حرمسرای کاخ پادشاه جزایر هند و چین بیخبر از حضور شاه زمان در کاخ به اعمال خیانتکارانه‌شان مشغول بودند. یک روز گذشت. چون شهرباز در شکارگاه برادر را ندید، از بیم آنکه مبادا حال مهمانش وخیم‌تر شده باشد، برنامه شکار خود را رها کرد و تا حدی نگران به قصر برگشت تا از علت نیامدن برادرش باخبر شود. شاه زمان افسرده و پریشان در اتاق پذیرایی برادر بر روی بستر افتاده بود که شهرباز از راه رسید و علت آن همه غم را از برادر پرسید. بالاخره شاه زمان زبان به تعریف حکایت ماجرای خیانت سوگلی خود گشود. شهرباز از برادر مهمان خود پرسید: اما چه شد که وقتی به قصر من آمدی بیماری و افسردگی تو شدت گرفت؟ تو با این درد جانکاه که در درون داشتی 2 هفته رنج سفر و خستگی راه را تحمل کردی تا نزد من رسیدی. آیا همان غم باعث شدت بیماری و رنجوری بیشتر تو شده یا اینکه؟ در اینجا بود که شاه زمان دوباره زبان به سخن گشود و آنچه را در روشنایی روز و کنار سخت دیده بود برای برادر تعریف کرد و گفت: اگر رنجوری من به خاطر خیانت یکی از زنان اندرون قصرم، آن هم در شب و خلوت بود، اما اهل اندرونی قصر تو را در روز روشن در کنار استخر باغ قصر بی‌پروا و سرگرم فسق و فجور دیدم. شهرباز بعد از شنیدن ماجرای خیانت سوگلی برادر و همچنین خیانت زنان حرمسرای خود گفت: از آنچه که در قصر تو رخ داده بسیار متاسفم و خوشحالم که آن 2 خیانتکار را به سزای اعمالشان رساندی. ولی از اینکه تمام اهل حرمسرایم در روشنایی روز دست به چنین کاری بزنند در شک هستم. آیا تصور نمی‌کنی که ممکن است اشتباه دیده باشی؟ اگر تو برادر بزرگ و عزیز کرده من نبودی و به تو اعتماد کامل نداشتم، اجازه نمیدادم حتی چنین حرفی بر زبان آوری و اگر کس دیگری چنین حرفی میگفت فرمان قتلش را میدادم. آخر چطور ممکن است تمام افراد اندرونی قصر من نابکار و خیانت پیشه باشند و حتی یک نفرشان هم حرمت مرا نگه ندارد؟ نه برادر جان، یقینا تو در اثر آن حادثه ناگوار و این راه دراز بیمار گشته و دچار مالیخولیا شده ای. شاه زمان گفت: برادر جان، من نه گرفتار مالیخولیا شدم و نه دید خود را از دست دادم.
پنجره اتاق من که مهمانسرای خصوصی توست و حیات اندرونی تو باز می شود و من که اکنون با همین چشمان خود گنجشک نشسته بر روی درخت کنار استخر را می بینم. آخر چطور ممکن است دچار اشتباه شده باشم؟ من پیشنهادی برای تو دارم که شک تو تبدیل به یقین شود. و شهرباز با چهره‌ای مات و ناباور میان شک و خشم و تردید گرفتار بود. قصه در مرز یک انفجار بزرگ در همین جا می ایستد. آیا شهرباز برادرش را باور می کند؟ آیا خود نیز با چشمان خویش این خیانت را خواهد دید؟ و اگر حقیقت بر او آشکار شود چه خواهد کرد؟ پاسخ همه این سوالات در قسمت بعد خواهد بود. پس کانال را دنبال کنید که از دست ندهید.